دوستای خوبم سلام، به کلاس درس خوش اومدید. توی این جلسه با هم دیگه میخوایم گزارش یک سفر رو به زبان ریاضی بنویسیم. بچه‌ها این سفری هم هست که من تو دوران دانشجویی خیلی رفتم. فرض کنید شما از شهر عراق دارید با اتوبوس‌های سیر و سفر دور میشید. از شهر عراق خارج شدید، دارید از شهر عراق دور میشید و دارید به سمت تهران هم حرکت میکنید. خب من اینجا اتوبوسم میکشم. سرعت اتوبوس‌های سیر و سفر فرض کنید که 90 کیلومتره. سرعتشون 90 کیلومتر در ساعت، یعنی در هر ساعت 90 کیلومتر هم طی میکنم. در ساعتش هم من بنویسم. بعد حالا شما میخواید گزارش بدید که به ازای تعداد ساعتایی که سوار اتوبوس بودید فاصلتون از عراق چقدر شده. بچه فاصله از عراق توی ساعت اول چقدره؟ من اینجا می‌نویسم فاصله از عراق. فاصله از عراق در ساعت اول چقدر؟ شما ساعت اول 90 کیلومتر حرکت کردید. من اگه شکل رو دوباره اینجا بکشم، شما 90 کیلومتر توی ساعت اول از عراق دور شدید. پس در ساعت اول فاصلتون از عراق میشه 90 کیلومتر در ساعت شما سرعتتون بوده و یک ساعت هم حرکت کردید. پس فاصلتون میشه 90 کیلومتر. حالا در ساعت دوم بچه‌ها فاصلتون چقدر؟ در ساعت دوم شما که ساعت اول 90 کیلومتر رفته بودید، توی ساعت دوم یه 90 کیلومتر دیگه هم از عراق دور میشید. پس فاصلتون از عراق میشه 90 به اضافه 90 که میشه 2 تا 90 تا که برابر میشه با 180 کیلومتر. حالا فاصلتون در ساعت سوم چقدر بچه‌ها؟ در ساعت سوم 90 کیلومتر ساعت اول رفته بودید، 90 کیلومتر ساعت دوم رفته بودید، حالا 90 کیلومتر هم ساعت سوم میرید. این من کیلومتراشو بنویسم که شما اشتباه هم نکنید. پس میشه چی فاصلتون؟ میشه 90 کیلومتر ساعت اول به اضافه 90 کیلومتر که ساعت دوم رفتید به اضافه 90 کیلومتر که ساعت سوم رفتید که میشه 3 تا 90 تا که برابر میشه با 270 کیلومتر. خب بچه‌ها شما الان به من میگید که ای بابا تو که یعنی میخوای همینجوری ادامه بدیم محاسبات رو هی به ازای هر ساعت بکنین، هر یه ساعتی که اضافه میشه تو میخوای بشینی دوباره این محاسبات از اول بنویسی 90 به اضافه 90 به اضافه 90 به اضافه 90 و تعداد ساعت هم که بیشتر میشه این 90 بیشتر میشه، نوشتن سخت‌تر میشه. حتی من اگه بتونم بنویسم این اراده رو داشته باشم که هی تعداد زیادی 90 با هم دیگه جمع کنم، شما حوصلتون سر میره. پس بعد یه راهی پیدا کرد، باید یه بیان کلی پیدا کرد که راحت تر باشه از این روش. نگاه بکنید دوستای من، به اینجا دقت بکنید که من وقتی که ساعت اول فاصله برابر بود 1 ضرب در 90، ساعت دوم برابر بود 2 ضرب در 90، ساعت سوم برابر بود با 3 ضرب در 90. در واقع به تعداد ساعت ها من کیلومترهایی که رفتم با هم دیگه جمع میشد و تبدیل میشد مثلا اینجا 3 ساعت رفته بودم 3 تا 90 کیلومتر با هم دیگه جمع میشد. پس قبول دارید، یا بهتر بگم امیدوارم قبول داشته باشید که فاصله از عراق میشه تعداد ساعتی که شما در سفر بودی ضرب در سرعتتون که میشه بچه این علامت مساوی هست که اینجا 90 کیلومتر. خب حالا یه مشکل اینجا وجود داره. اگه من بگم این گزارش سفرمه، گزارش من از فاصله‌ام از عراقه، شما میگید که بابا انقدر تو بدخط نوشتی که ما اینجا گوش دادیم، به یکی دیگه بدی که اگه این چیزا رو نشته باشه نمیتونه از روی اینو بخونه بفهمه. قبول دارم خط من ممکنه برای خیلی خوانا نباشه. و تازه مشکل بزرگتر میشه که من اگه این گزارش رو بدم به یه غیر فارسی زبان، به یه انگلیسی زبان، اون بنده خدا که اصلا نمیتونه بخونه که بفهمه، حالا چه من خوشخط باشم چه بدخط. اینجاست که زبان ریاضیات به کار میاد بچه. زبان ریاضیات قرار زبانی باشه که فارغ از این که شما خوشخطید یا بدخطید، فارسی زبانید یا انگلیسی زبانی، بتونید ازش استفاده بکنید. و برای اینکه زبان ریاضیات به این مهم دست پیدا بکنه بچه‌ها، به جای اینکه از مثل اینجا که من نوشتم تعداد ساعت در سفر یا فاصله از عراق به فارسی نوشتم، هم طولانی شده هم بدخط شده، از یه سری نمادهای ساده تر استفاده میشه. نمادهایی که الان توی این ریاضیات بیشتر استفاده میشه حروف الفبای انگلیسی، بعضی وقتا هم حروف الفبای لاتین استفاده میشه. مثلا اینجا من به جای تعداد ساعت در سفر یه نماد ریاضی یکی از حروف الفبای انگلیسی رو در نظر میگیرم، مثلا X. به ازای فاصله از عراقم
به جای فاصله از اراکم یه حرف دیگه حروف انگلیسی رو در نظر میگم، مثلا اس، و در نتیجه گزارش من تبدیل به این میشه که اس که فاصله از اراکه برابر میشه با x ضرب در 90. خب میگم که این حالا طوریه که هم فارسی زبان هم انگلیسی زبان میتونه بخونه. خط منم خیلی روش اثری نذاشته. اما شما ممکنه یه ایراد دیگه بگیرید، بگید که این که x ضرب در 90 یکی دیگه ممکنه بخونه که x 90، چون علامت ضرب در x خیلی شبیه همه. میگم ریاضیات به این اشکال شما هم یه جوابی داده و اون اینه که وقتی که شما از این نماد x استفاده میکنید دیگه علامت ضرب در رو نمیذارید و به این صورت در میاد که میشه x 90. حتی اینم خیلی قشنگ نیست، آدم میمونه که یه مقدار نمیدونم، من خوشم نمیاد، ترجیح میدم اینجوری بنویسمش s مساویه 90x. این شد گزارش من به زبان ریاضیات از سفرم. حالا شما من میگید که خب اسم این نمادا که گذاشتی، اسم این ایکسی که گذاشتی چیه تو زبان ریاضیات؟ اسم این ایکس بچه ها متغیر ریاضیه. متغیر ریاضی چرا اصلا میگیم متغیر ریاضی؟ اینجا رو نگاه بکنید، تعداد ساعت من در سفر میتونست عوض بشه و به ازای اون فاصلم از اراک تغییر بکنه. یعنی ایکسمون میتونست عوض بشه، ایکسمون میتونست 1 باشه، 2 باشه یا 3 باشه. ایکسمون پس میتونست تغییر بکنه، پس میتونست متغیر باشه. اسم متغیر از همینجا اومده. یعنی ایکس میزانش میتونه تغییر بکنه، میتونه 1 باشه، میتونه 2 باشه، میتونه 3 باشه. حالا این 90x که فاصله ما از اراکم هستم یه اسم براش گذاشتم تو ریاضیات، این یک عبارت ریاضیه. حالا فرض بکنید که یکی از شما میپرسه خب بر اساس گزارشتون، گزارش سفری که دادید، فاصلتون از عراق، شما کی به تهران میرسید؟ تهران بچه 270 کیلومتر از عراق فاصله داره. یعنی دقت بکنید، ما اینجا دیدیم 3 ساعت بریم 270 کیلومتر میریم. در واقع مسافت و فاصلمون از عراق از تهران 270 کیلومتره. و این سوال اینه که شما کی 90x که فاصلتون از عراق برابر 270 میشه؟ که ما قبلا محاسبه کردیم و دیدیم 3 ضرب در 90 میشه 270. پس ما اگر xمون برابر با 3 باشه، یعنی 3 ساعت در راه باشیم به تهران میرسیم. بعد از 3 ساعت به تهران میرسیم. خب پس ما این سوال رو اینجوری جواب دادیم که گفتیم که سوال این بود که شما کی به تهران میرسید. بعد ما گفتیم که فاصله تهران از عراق 270 کیلومتره. اگر من اشتباه نکنم، مطمئن نیستم این عدد 270. میخوایم ببینیم این 90x که فاصله از عراق بود کی برابر فاصله تهران از عراق میشه. این کاری که ما کردیم و به ازای این که حساب کردیم به ازای چه xی 90x برابر با 270 میشه، حل یک معادله ریاضیه. به عبارت 270 مساوی 90 به این عبارت میگم معادله ریاضی بچه. اسم معادله از کجا آمده؟ معادله یعنی برابر معادل بودن. یعنی اینجا 90x معادل 270 شده و شما برای حل معادله ریاضی حساب میکنید که به ازای چه ایکسی این معادل بودن برقراره. پس بچه‌ها ما تو این جلسه چیکار کردیم؟ سفرمون رو به زبان ریاضی گزارش دادیم. از متغیر ریاضی، عبارات ریاضی و معادلات ریاضی استفاده کردیم که گزارش سفرمون رو بنویسیم. شاید اسم این ویدیو به جای اینکه گزارش یک سفر به زبان ریاضیات باشه، آغاز یک سفر به خود زبان ریاضیات باشه. این ویدیو اولین ویدیوی آشنایی ما با مفاهیم متغیر ریاضی، عبارات ریاضی و معادلات ریاضی. توی ویدیوهای بعد امیدوارم با من باشید و این مباحث رو بیشتر یاد بگیریم. مرسی که تو این ویدیو با من بودید. فعلا خداحافظ.